اگه فکر میکنی با گوشی‌های تاشو یا ساعت‌های هوشمند به اوج تکنولوژی رسیدیم، سخت در اشتباهی، چون ما تازه اول راهیم. نسل بعدی گجت‌های هوشمند نه تو جیب جا میشه نه رو مچت، بلکه روی صورتته. عینک‌های هوشمند فقط یک عینک نیستن، اونا پنجره‌ای به آینده‌ان که قراره تمام کارایی گوشیت رو چند برابر هوشمندتر انجام بدن. سلام، اینجا سمساری و امروز میخوام ببرمتون 80 سال پیش، وقتی که یه اختراع غول‌پیکر داشت دنیای تکنولوژی رو تکون میداد. کامپیوترهای الکترونیکی. اون موقع این ماشینای بزرگ و پر از لامپ خلا بی‌رقیب بودن و فقط از عهده محاسبات فوق‌العاده پیچیده نظامی و علمی برمی‌اومدن. سال‌ها گذشت و با کوچکتر شدن ترانزیستورها که همون تشکیل دهنده های این کامپیوترها هستند، این غول‌های آهنی و پر سر صدا کم کم کوچکتر، قوی‌تر و در دسترس‌تر شدن و به شکل امروزیشون خیلی شبیه‌تر شدن. تا اینکه حدود 15-20 سال پیش یه انقلاب دیگه اتفاق افتاد. گوشی‌های هوشمند وارد میدون شدن. این کوچولوهای جیبی تمام دنیای دیجیتال رو آوردن تو کف دستمون. اون موقع بود که گوشی‌ها دوست صمیمی همه ما شدن و دیگه زندگی بدون اونا چندان معنای زیادی نداشت. همه چیز از تماس و پیام تا عکس و ویدئو، اینترنت و هزار تا کار دیگه تو همین مربع شیشه‌ای جمع شد. گوشی‌های هوشمند برای یه مدت طولانی تاج پادشاهی تکنولوژی رو داشتن و کسی فکرش رو هم نمی‌کرد که رقیبی براشون پیدا بشه. بعد از سلطنت گوشی‌های هوشمند یه ایده دیگه اومد وسط کار که قرار بود دنیامون رو عوض کنه. واقعیت مجازی همون VR. حتما هدست‌های بزرگ و عجب غریبش رو دیدی. اونا تو رو پرت می‌کردن وسط یه دنیای کاملا جدید و مجازی که میتونستی توی یه بازی غرق بشی، فیلم سه‌بعدی ببینی یا حتی توی یه کلاس درس مجازی حضور پیدا بکنی. واقعا تجربه محشری بود، اما خب یه مشکل بزرگ داشتن. این هدست‌ها کاملا تو رو از دنیای واقعی جدا می‌کردن. یعنی وقتی هدست رو روی چشمت می‌ذاشتی، دیگه هیچی از اطرافت رو نمی‌دیدی و حسابی تو اون دنیای مجازی غرق می‌شدی. این عالی بود برای بازی کردن یا دیدن فیلم، اما برای استفاده روزمره و همزمان با کارهای عادی زندگی کردن عملا غیر ممکن بود. نمیتونستی باهاشون توی خیابون راه بری، رانندگی بکنی، یا حتی با دوستات صحبت بکنی و در عین حال توی دنیای مجازی باشی. همین محدودیت‌ها باعث شد که جای یه گجت انقلابی که همیشه همراهت باشه، فقط به یه ابزار سرگرمی خاص تبدیل بشه. ما تو کانال سمساری یه ویدیوی مفصل در مورد این هدست‌ها و دنیای متاورس ساختیم که لینکش این بالا میاد و یه سری هم به اون ویدیو بزنید. اما همونطور که همیشه تو دنیای تکنولوژی دیدیم، هیچ پادشاهی تا ابد روی تخت نمیمونه. در حالی که همه ما غرق در دنیای گوشی‌های هوشمند بودیم و فکر می‌کردیم دیگه چیزی بهتر از این وجود نداره و البته برای هر کار کوچیک مجبور بودیم چشممون رو به یه صفحه نمایش مستطیلی کوچیک خیره بکنیم و از دنیای اطرافمون غافل بشیم، یه تکنولوژی جدید و انقلابی داره یواش یواش با اسب سفید از راه میرسه که قرار بازی رو کاملا عوض بکنه. عینک‌های هوشمند. دیگه قرار نیست برای چک کردن پیام، دیدن نقشه یا حتی گرفتن یه عکس گوشیت از جیب در بیاری. این عینک‌ها تمام دنیای دیجیتال رو میارن دقیقاً جلوی چشات. انگار که یه صفحه نمایش نامرئی همیشه همراهت رو با حرف میزنه. به جای اینکه به یه گوشه خیره بشی، حالا خودت بخشی از دنیای دیجیتال میشی و باهاش تعامل میکنی. حالا شاید این سوال برات پیش اومده باشه که این عینک‌های هوشمند دقیقاً چی هستن و چطور کار میکنن؟ عینک هوشمند دیگه فقط یه عینک با شیشه معمولی نیست. اینا در واقع یه کامپیوتر فوق‌العاده کوچیک و پیشرفتن که روی صورت شما سوار میشن و یه صفحه نمایش خیلی ریز و نامرئی دارن که اطلاعات رو درست جلوی چشات نمایش میدن. این کوچیک شدن کامپیوترها مدیون پیشرفت‌هایی که توی ساخت قطعات الکترونیکی مثل ریز پردازنده‌ها و حافظه‌ها اتفاق افتاده. جوری که حالا میتونیم یه قدرت پردازشی عظیم رو توی فضای خیلی کوچیک جا بدیم.
فکر کن داری تو خیابون راه میری و نقشه مسیر رو بدون اینکه سرت رو پایین بگیری دقیقاً روبروت می‌بینی. یا مثلا یه پیام برات میاد و عینکت نوتیفیکیشن رو جلوی چشات ظاهر میکنه. علاوه بر اینا کلی سنسور، دوربین‌های ریز و پردازنده‌های قدرتمند هم تو دل خودشون دارن که بهشون اجازه میده عکس و فیلم بگیرن، به اینترنت وصل بشن و فرمان‌های صوتی شما رو بفهمن و حتی با حرکات سرتون کار کنن. یعنی به جای اینکه یه دستگاه رو تو دستت بگیری، خودت داری با دنیای دیجیتال ترکیب میشی و به شکل طبیعی‌تر از همیشه باش تعامل میکنی. با این همه قابلیت باور نکردنی و جذابی که از عینک‌های هوشمند گفتیم، شاید این سوال برات پیش اومده باشه که اگه اینقدر خوبن، پس چرا هنوز تو دست یا بهتر بگم روی چشم همه نیستن و خیابونا پر از آدمایی نیست که ازشون استفاده میکنن؟ خب حقیقتاً واقعیتش اینه که این تکنولوژی ها هنوز با چالش‌های خیلی بزرگی روبروان که مانع از فراگیر شدنشون میشه. یکی از مهمترین هاشو قیمت بالاست. فعلا این گجت ها ارزون نیستن و هر کسی نمیتونه به راحتی اونا رو بخره. بعدش هم مشکل همیشگی گجت های پوشیدنی، عمر باتری. هیچکس دوست نداره وسط کار مهم شارژ گجتش تموم بشه. از لحاظ طراحی و ظاهر هم هنوز بعضی از مدل ها خیلی عجیب غریبن و شاید همه حاضر نباشن اونا رو توی محیط های عمومی استفاده بکنن. باید شیک‌تر و عادی‌تر بشن. اما شاید بزرگترین و مهمترین چالش بحث حریم خصوصی باشه. وقتی یه عینک میتونه تو هر لحظه از محیط فیلم بگیره یا عکس بندازه، نگرانی‌های خیلی زیادی در مورد حریم خصوصی افراد به وجود میاره که شرکت‌ها باید براش یه راه حل بسیار شفاف و قابل اعتماد ارائه بدن. قبل از اینکه بریم سراغ اصل ماجرا و به این سوال پاسخ بدیم که آیا این عینک‌ها میتونن جایگزین گوشی‌های موبایل توی دستمون بشن یا نه، اگر از این ویدیو خوشتون اومد و فکر میکنید داره چیزی به اطلاعات عمومیتون اضافه میکنه، این ویدیو رو لایک کنید و اگر هم میخواید ویدیوهای دیگه این کانال رو از دست ندید، کانال رو سابسکرایب کنید. با وجود تمام این چالش‌ها و پتانسیل‌های بی‌نظیری که این گجت‌ها دارن، یه سوال بزرگ و مهم پیش میاد. آیا این عینک‌ها واقعاً میتونن جایگزین کامل گوشی‌های هوشمند بشن؟ راستش رو بخوای فعلا نه. با وضعیت فعلی تکنولوژی، عینک‌های هوشمند بیشتر یک گجت مکمل برای گوشی شما محسوب میشن. یعنی هنوز خیلی از کارهایی که با گوشی انجام میدیم با عینک‌های فعلی به اون راحتی و کاملی نیست. اما این به این معنی نیستش که قرار نیست جایگزین بشن. پتانسیل این جایگزینی کاملا وجود داره. اگه شرکت‌ها بتونن چالش‌های اصلی مثل عمر باتری، قیمت، ظاهر جذاب و از همه مهمتر نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی رو به طور کامل حل بکنن، اون وقته که میتونیم انتظار داشته باشیم عینک‌های هوشمند به تدریج جای گوشی‌های هوشمند رو بگیرن و تاج پادشاهی دنیای تکنولوژی رو ازشون پس بگیرن. به نظر میرسه اون روز اصلاً دور نیست که دیگه نیازی به حمل یه صفحه نمایش کوچیک تو جیبت نباشه، چون همه چیز همیشه جلوی چشاته. در آخر ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین و یادتون نره که شما هم نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین. ویدیوی بعدی میبینمتون.